سلامتی از چه خیر؟ تیر را برآوردیم. خیلی در شعبه احیاگری است. قبرغه‌اش ضرر سخت دیده است. یک چند ساعت دیگر در آنجا میماند. او شفا می‌یابد؟ هیچ چیز گفته نمیتوانم. از خدا امید داریم. خدا شفا دهد. چرا مادرم رو نبرآوردند؟ عینی‌ها کمی استراحت دارد. یگان حادثه اینا خوش شد؟ نه جانکم، یگان چیز نشده است. دروغ نگوید، با مادرم چیزی شده است. دروغ نگوید مادر. ایستا جانکم. آرام شو. جانکم آرام شو. من به تو مادرت را نشان میدم. مادرت میبرد. مادرت صحت میشود. آرام شو. گوش کن. مادر بس کن، گریه نکنی سیموس. اون رو پش کنه. از اینجا برمی‌داریم. اینها قاتلان. اینجا میکنم. اینها قاتلان. قاتلها را با دروش پش کنید. آنها بی‌رحمند. آیا از خون ما سیل کرده؟ چیکار کنیم؟ رفیقان نپرونید. در این روزی حساس با سرمون بلا نوره. چی یعنی؟ این نابکار را رها کنیم و رویم؟ اکا سر نمیدهیم، اما باید یکان راه دیگر را یابیم. اگر گویند که کارمندان تعیینات مخصوص حمله کرد به توی خونه، بعد چی میشود؟ این پلید برادری مرا کشت، رفیق مرا شهید کرد. باید او را هر چه زودتر تسکین کنیم تا به دیگران ضرر نرساند. یکان راه دیگر یافتن در کار. اگر راه این مسئله را یابید، ضریر سرت را به کار درآور. و ما تنها همین آدم و جوزدانه که پنهان کرده است لازم. یگان نیتی بد نداریم. گرفته این قاتلان نشوید. همه ما را میکشند. رحم نکنید. زنید. کمک طلب کنید. زودتر کمک طلب کنید. به ما کمک لازم است. زودتر به ما کمک لازم است. نگوریزید و بیرون نگوریزید. سلاحت را فرسا. سلاحت را فرسا میگم. نکنی کارات بیسرم نکن. با بیان که ضرر نمیرسانیم. یک جزدان رو میکاویم. اکا اینها از چه جزدان سخن دارد؟ دروغ میگوید. در دست من یگان جزدان نیست. اگر نباشد پس بگذار کافتن گیرم. من آن سلاحت رو پرت و التجا دارم. قربانی تو شما باز با سرمون یکم بلا اویشه به خانه دارم. سلاحت را پرتا. بیسرم نرم. پرتا سلاحت را گفتم. پرتا. مرحمت. مکانی میخواستد اون را کنی. تو چی کار میکنی؟ آخر گفتی که جزدان نیست. پس بگذار کافتن گیرند. اگر نیابید از اینجا برآمده میروید. باران اگر جزدان را یابم یا نیابم تو را دستگیر میکنم. گرد اطراف را کافید. جزدان را در همه جا پنهان کرده است. چه کار کردی؟ در درون خانه را کن. شما گفتید که حاضر میبرویم، اما تا حال نبرآمده است. همشیره ها گفتن که مادرت باید کمی استراحت کنم. پدرم هم نیست. اکنون چی کار میکنم؟ من هم پدر ندارم. چی پدری تو رو هم آدمونی بد کشتند؟ این آدمانی بعد از ما چی میخواهند؟ همش میگذرد.
در اینجا جزدان نیست. نیست. تمام خانه را گفتم نیست. رفیق خان باز میگویم که جزدان در همینجاست. ظریف جزدان در همینجاست، در همینجا میباشد. نمیفهمید جزدان را باید یابیم. پسرم آخه گفتید نیست نیفتید. اگر فیرت گوید که نیست پس نیست. ما را آرام گذارید. مادر تو را میفهمم، دلت به پسرت میسزد، اما پسر تو قاتل است، باید همراه ما برود، دیگر چاره نیست. ادعا داشتید که جزدان هست اما نیست. از این خانه دفتر روید، ما را آرام گذارید. اکا در حقیقت در اینجا نیست. خوبتر از این فریبگر رو گرفته داریم. خداوند به ما کمک کن. جزدان علیق در همین جاست. خداوند ما را از اینجا دستی خالی نبرون. مدد يا مولاي محمد مصطفى مدد يا جهد علي زهراء مدد يا شهيد كربلاء خوب هستی. شکری تو را میکنم. از کجا دانستم که این جزدان در آنجا بود؟ انا رفیق خان چیزی میجوست امان انا همین است. اکا گفتی که یکون جزدان نیست کو؟ برادر چاه تیار کردن، تو باشی در حال باور کردی خودشان گذاشتن. انا به این چی خیلی یافت. جزدان را شما گذاشتید، اکم را تهمت دارید. دیوانگی نکن، اینجا اینقدر مردمی زیاد است. اگر ما میگذاشتن مگر آنها نمیدیدن؟ شمه همه شما را میکشم. رمه سرم نکن نپرانا. بخفورا تمام. آرام شوید، همه آرام شوید. بالتر زودتر برید تزینی رو جزا. پسرکم، پسر جانم، چشمانت را کشم. از پسری من چی میخواستید؟ چرا در رزی خورسنده ما آمدید؟ چرا؟ چرا؟ خداوند همه شما را لعنت کنم. آرام شما را در
اگر همراه ما میرفت این حاجی شروخ نمیزد. مادامی که گناه ندارد پس چرا مرده خوابیده است؟ ما نمیخواستیم که چنین حادثه رو بیاد. متاسفانه برادر تو به کارهای بد دست میزد. آخر همیشه ما گناهگار هستیم. بهترین روزی ما را به خواب یکسان کردید، اکم رو کشتید. احمقا او مثل پدرم بود. خدا همه شما را لعنت کند. لعنت خدا به شما. سلاحت را پرتو. خوب هستی؟ ظریف خوب هستی؟ ظریف پسرش را در پیش چشم مادرش فراموش. این زن هرگز این لحظه را فراموش نمی‌کند. دیگر چاره نداشتیم. خطای خودش بود. اکا بارون نزدیک شد. پسر جانم. اکا چشمانت رو کشا اکا. پسرم قربانیت شوم. چشمانت رو کشا. نمون پسرم چشمانت رو اون چیزی که میخواستید گرفته. از اینجا دستون روید از اینجا. میخوام که یک چیز رو فهمید. ترک یا کرد یا دیگر ملت برای ما فرق ندارد. ما برای کرد بودنتان به اینجا آمده ایم. در اینجا یک جنایتکار بود. برای همان آمده ایم. نمیخواستم که عاقبت کار چنین انجام یابد. واقعیت این است که مادر پسرش را از دست داد، ولی پیش از این یک دخترچه 10 ساله از پدرش محروم شد. میخوام که این جنگ و جنجال خاتمه میابد. روید از اینجا. من شما رو دیدن نمیخوام. اگر عارف نمیریم. قاتلها جواب این رو میگیه. از این را شما میگیرم. قاتلها مرا سردید. دونها رو کشم. قاتلها سردید. چی گپ شده است؟ با گمانم که فیرت جزان را از دست داده است. تا حال یگان خبر نیست. زودتر دکتر رو جیغ زنه. سلامتی بیمار بد شد. آقای دکتر چه گپ شد؟ من به شما خبر میدیم. ابا چی شد؟ جانکم تو خواب رو. یکو گپ نیست. مادرم بیدار شد؟ هنوز نه. من تشنه شدم. انا بین در آنجا قطعه آب است. رفته گیر. آقای
آقای دکتر چی شد؟ یگان حادثه نخوش شد. متاسفانه وفات کرد. خدا رحمتش کنه. چخیل مرد؟ وقتی که او را به اینجا آوردید خیلی بد. هر چیزی که از دستمان آمد کردیم. علاج دیگر نموند. بیچاره دختر هم به پدر موند و هم به مادر. اکنون نه پدر دارد نه مادر. مادر چی؟ اکنون چی کار میکنی؟ با او چی خیل فهمونی؟ مادر جانکم منو رو میگیرم. بسیار غمگینم. در حقیقت من رو ببخش. مادرت مادرم کجا نرفت؟ بله به جنت رفت. من مادرم را دیگر نمیبینم. آیا مرا در جنت منتظر میشود؟ بله جانت. اکای عارف یک سوال دارم. جای جزدان را چگونه یافتی؟ اکای صالح نشان داد. اکای صالح؟ اگر اکای شهیدم نمیشد زیغ نشو ظریف، زیغ نشو. همه‌اش گذشت. خداوند از این بدتر نکند، اما بدترین لحظه حیاتم را چشیدم. بعضا برای انسان مردن از زیستن بهتر است. غمگین نشو اکا. بچه ها کنی بیایید. گذارید چینید. چی حال دارید؟ مثل جانهای مرده. ظریف، متاسفانه که با این کارها روبرو می شویم. تو یگان گناه نداری. میدانم آقای مدیر. کاش مادر و برادرش آنجا نمیشد. کاش که ظریف، کاش که نمیشدند. حجت های در جزدان بوده را دیده بر آمدیم. دو کارمند استخبارات نیز در این موضوع به ما کمک کردند. آقای مدیر، هدف احمد چی بوده است؟ در شرق کشور دو مکان تروریستان را کشف کرده است و استخبارات نیز خبر داده است، اما یگان کس گپی او را جدی نگرفته است. دو مراتبه به صدمه دچار شده بود. در لحظه های آخر نجات یافته است. دقیقاً صدمه نقشه تروریستان بود. رفیقان، باز یک سازمان تروریستی دیگر را تشکیل دادند. کار ما با تروریستان خاتمه نمی یابد. سرپرست سازمان تروریستی نو تشکیل شده این شخص است.
فؤاد امیر. تصادف رو بینید، مسابتان یک بوده است. برادر بخیر است؟ یگان رابطه خیشتباری دارید؟ نه هرگز، خدا نشان ندهد. ظریف مردی ثروتمند است، او را همه میشناسند، اما ظاهر و باطنی و فساد است. احمد قید کرده است که دست به چندین عملیات های خونین زده است، نقشه های زیادی هم کشیده است. بگذار کشیدن گیرد. آقای مدیر، او را از کجا یافته میتوان؟ انا این مسئله کمی معما است. اعتراف میکنم که امروز حال دخترچه به من تاثیر زیاد رساند. بله، افسوس که از دست انسان چیزی نمی آید. راستی گفت تو در این گونه حادثه ها عادت کرده ای؟ انسان نباید این گونه حادثه ها عادت کند. من قصاب نیستم، من دل دارم. من نگفتم که نداری. شب بخیر. گوش کن، خوب هستی؟ گویا که بعد از مسئله پدرت اونقدر خوب نیستی. نه من خوبم. تو بازدید. جوان پسر، یک دقیقه شما رو ممکن؟ لبای یک کمی صحبت کنیم. در چی خصوص؟ آیدی تو و برادرت عارف. عارف برادری من نیست. من به جای تو می بودم یک کمی فکر می کردم. میبخشید، اما چرا شما این قدر خصوصا میگید؟ جناب، التماس از اینجا روید. آخر مسئله مهم را نگفتن. راست گپ مدتی دراز بود که منتظر این لحظه بودم. میخواهم که حقیقت را بفهمی. نام من فؤاد امیر. من پدری تویم. فؤاد امیر، عجب نامی اصلیش همین سردار، قبلا چندین نام‌های دیگر را استفاده بوده است. ارهن الماس، محمد سریبای، اما نام اصلیش فؤاد امیر است. رابطه خرید با کشورهای آلمان و پاکستان داشته است. قید شده است که تجارت اصلیش خرید و فروش سلاح است. اکنون فهمیدم سبب اساسگذاری گروه تروریستی بودنش همین سلاح فروخته درآمد کلان می‌بیند. کو همین عکس را با من دهید. اصلی احمد نیز همین کس است. انشاءالله دیر نگذشته با آقا میخوریم. بس کن، در این خصوص گام نزن. از صداهای لافی پدری تو بیزار شدم. خیر میلش، خودت میدانی. نمیخواهم که تو را به خشم آرم. پدری من 1 سال پیش مرده بود. پدری تو زنده است. بروی تو ایستاده است. از کجا فهمیم که دروغ نمیگویی؟ آیا تو میدونی زخمی که در پشتت از پیش از کجاست؟ تو این زخم مرا از کجا میدانی؟ نه، راهگردی را شروع کرده بودی. اگر خواهی از مادرت پرس، همه‌اش را نقل میکند. من مادر ندارم. زنده بودنش را میدانی. شاهین میدانم که بعد از مرگ شخصی که پدر گمان داشتی
دیگر با مادرت گپ نمیزنی. تو این راز کجا میدانی؟ من همش را میدانم. مادامی که میدونستی چرا تو امروز خاموش ایستادی امروز پیدا شدی؟ از این پس حقیقت را میگویم. عمر من به پایان رسیده است. بیماری سرطان دارم. تو مثل من مردی خوبی. آجر راست گفته بود است. ماجر یک دردی سر بود. به هر حال با تو باور نمی کنم. و من یک خوبی کنی از اینجا دفع شد تا که باری دیگر تو را نبینم. فهمیدی؟ خیر، میلش اختیارت. یک چیز دیگر گفتنیم. من مردی ثروتمندم، وارث ندارم، یعنی عین حال ندارم. فراموش نکن. سلامت باش. صاحب چی گفت؟ با مرور زمان قبول میکند. به نزد مادرش میرود؟ در فکر مانده است. میرود. عارف چی؟ به نزد او هم میروید؟ بهترش عین حال به او نزدیک نشوم. اگر این واقعه را به او هم نقل کنم در یک ثانیه مرا میپراند. میرویم. با فکری تو راست میگوید. برای فهمیدن این کار یک راه است. با نزد مادرت میروی؟ بله. با فکر من این آدم سفسطه بگوید. من هم به او باوری ندارم. یعنی تو در حقیقت برادری عارف هستی؟ انا همینش مرا عذاب میدهد. حتی فکر کردن دهشت است. جوان مرش دارد. این سرم را سیرت کردن. سرا دادم سیرت کردن. مادر بس کن. یگان کس بیشتری تو را فریب نکردن. اون بیشرفان هم نکردن. اکم مجبور شد برای ما را محافظت کردن. جان داد اکم. اگر اکم بیگناه باشد پس چرا آنها به خانه ما حمله کردند؟ آیا گناهگار بود؟ تو طرف پسرت را نیو قاتلان را میگیری. پسرم این خلقات نزن. قصد اکم را میگیرم. برای این کارشان جواب میدهم. بران بس که نکته جا دارم. حیات خودت را نکن. اکم آقا روی تو هستی. قربانی شما شما بس کنید. التجا دارا نیستید. این خیلی سخن نگوید. مادر جنگ را آنها سر کردن ما نه. پسرم یگان که جنگ سر نکرد و دستت سلاح گیرد چیکار میکنی؟ خون با خود تازه نمیشود. مرا تنها نگذار پسرم. میبینی که چه تازه میشود. میرویم. پسرم سالهای در عراق بودنمان این عکس را گرفته بودیم. آن وقتها در سرحد بودیم. زد و خورد می رفت. اینجا شهری بیلگال است.
خداوند از شفاعتش نصیب گرداند برادرمان را. آمین. احمد برای انتقام اکرم را گرفتن همراه من میروید؟ میرویم اکا. همه اشان را نیست میکنیم. ظریف که اکی مرا پرانده کشت او را خودم میکشم. فهمیدید؟ فهمیدم. همه چیزی لازمه در اینجاست. همه سلاح گیرد. مرا پرتوسا کجا میروی؟ من چی میشوم؟ ما چی میشویم؟ التجا دارم قربانی تو شوم. نرم برام. تا انتقام نگیرم برای من خندیدن حرام است. فهمیدی جانم؟ حقت را حلال کن. با مادرم بگو که به بازار رفته است. برام نرم. بس کن التجا دارم. بس کن زوره تولد میکنم. مرا تنها نگذار. بچه ها، شخصی که دیروز او را می جستید مکانی فؤاد امیر را به ما گفت. این شخص قاتل قماندان احمد می باشد. با نقشه کشتن چندین نفر دیگر را کشیده است. اگر امکان باشد او را زنده بیارید. برای زنده آوردن او چیزی گفته نمیتوانم. عارف، خوب شده آقای مدیر، نگران نباشید، حل میکنید. شاهینده کجاست؟ بیمار شده است، اجازت گرفته است. عارف، تو فرمانده گروه میشوی. اطاعت آقای مدیر. روید، خداوند مددگار. آمین. آمین. رئیس به کجا میرویم؟ کار داریم. جزدانی در دست احمد بودا را از دست دادیم. در داخل جزدان عاید شما حجت‌های زیاد بود. حالا باشد پلیس و استخبارات شما را میکاوند. گفتن گیرد. مرا 30 سال شد که میکاوند. تا حال کسی مرا نیافته است. من نمیروم. چی شد؟ چندین سال شد که با او وا نخوردم. او را دیدن نمیخواد. دیوانگی نکن، او مادری توست. به هر حال باید تو او را بینی. آخر او برای تو مادری کرده است. او شوهری دیگر کرده است. بس کنی گپا رو. درباره فؤاد امیر تنها مادرت حقیقت را گفته میتواند. بیا میرویم. به خاطر داری که در کدام اتاق بود؟ باری آخر در اتاق رقم 2 بود. و کی بود؟ بیش از 1 سال شد. سلام. سلام. شما کیستید؟ من رفیق پسر شما هستم. رفیق شاهین؟ خودش در کجاست؟ در اینجاست. بیا. پسرم. اینقدر وقت در کجا بودی؟ مرا فراموش کردی. کار رو بار داشتم. بیایید گذشته شنید. چی می نوشید؟ بسیار نمیستیم.
یک دو سوال داریم سپس میرویم. نمیسته؟ چرا؟ آخر مدتی در روز شد که تو رو ندیدم. شاهین کمی غمگین و خسته است. او رو ببخشید. میلش سوالت رو بدی بر من. فکرم سوال احمقانه است، اما دانستن میخواهم. آیا شما مادری من هستید؟ از این قدر راهی دراز برای همین سوال اومدی؟ جواب دهید. نخندید. چرا میخندید؟ عذر میخواهم بسرم، اصابم ویرون شد. البته که من مادری حقیقی تویم. روزی تولدت رو هم به خاطر دارم. نباشد. فؤاد امیر کیست؟ کی رو گفتی؟ فؤاد امیر میگویم. اکا مرد ثروتمند گفته بودید کو؟ با جنها تو بازی میکنند. میگویند که ارواح یکدیگر را جیغ میزنند. برای این گونه آدم ها همین خیل مکان ها مناسب است. برادرها شما را نمیدانم، اما من اینجا را نقض ندیدم. به هر حال دیده میبراییم. برویم. من این خیل آدم را نمیشناسم. در حیاتم نیز نشنیدم. مادر گوش کنید، به من دروغ نگویید. این مرد دیشب نزد من آمده بود، گفت که مادرت یک قطار اخبارات را از تو پنهان داشته است. شاهین، و تو میگویم که این آدم رو نمیشناسم. پس این آدم زخم پشت مرا از کجا میداند؟ شاهین التماس آروم شو. به چشمان من نظر کنید و راستش را گپ زنید. فؤاد امیر گفتن این مرد را میشناسید یا نه؟ جواب دهید. در اینجا کسی نیست. ظریف من راست یگان چیز را نفهمیدم. کارلوس در اینجا یگان کس نیست. معلوم بود. اکا با من این کار معقول نشد. آخر در اینجا یگان چیزی غیر عادی نیست کو؟ یگان کار که نباشد پس می رویم. رفتیم. بازامید بازامید خبر را او دادن. خیرات به او گفته بود که فؤاد امیر را جستجو دارم.
رفیق خان کنی پیشگویی کنه در اینجا چیست؟ چورا پلاو لباس ورزشی مسی با امضایش متاسفانه نیافته. ظریف با گفتی تو چیست؟ برادر هر چیزی میگویی بگو اما بمبا نگو. این خلکی باشد بمبا است. بمبا خدا لعنت کند. چرا گم نمیزنید مادر؟ گم زنید. شاهین بس اینقدر بسیار فشار نیار. بس کن. معلوم است که چیزی رو میدانید اما نمیگویید. التماس میکنم بس کن. آخر من یکان کار نکردم. معلوم است که شما کرده اید. مادرت را بیهوده زیر فشار قرار نده. اعتراف کردنش ممکن است. چرا پیدا شد؟ اینقدر بمب زیاد هم می شده است. دوستای بمب شده. ظریف این را بی خطر گردان. نباشد از اینجا زنده نمیبرایم. برادر با خواست خدا میکنم. زودتر بمب رو بیکار کن یا با بیرون برای. رفیق خان آنها ما را احاطه کردند. شخصانی در درون بوده برادری مرا کشتن. من تنها قاتل اکرم را میخوام. اگر اون را به ما دهند برآمده میرویم. ای احمق ما هیچ رفیق خود را به دستی کسی نمیدهیم. خودتان میدونید شکلی که میخواهید دوام دهه. پرانید. انشالله که سیاهش است. اگر این سیم را با این سیم پیوست کنیم انشالله بکار میشه. همه‌اش را به شاهین نقل کن. باید حقیقت را داند. مادر این آدم کیست؟ شما را از کجا میشناسد؟ شاهین من بسیار غمگینم. گپ زنید مرا دیوانه نکنید. بله این مرد پدری اصلی تو هست. رفیقان مثل شغال ها احاطه کردن. همین را گفتنی هم که از اینجا برآمدن امکان نداره. واهمه نکن برای ما همه جا طربشان است. بولتا تو از شهر ریزه نیستی؟ زنمش طربشان است. اینطور باشد من از اسپانیا هستم. ظریف تو چه حال داری؟ از ترسی زیاد بیهوش میشم عارف. اینطور باشد همش خوب است. برادرها در این قدر وقت کوتاه یگان کار کردن نمیتوانم. این بمبای پوددار است. چیکار کنیم؟ پیششان میروم. آنها مرا میخوان. چرا اخواد رو خورده ای؟ دیوانگی نکن ظریف. مثل دیوانه ها رفتار نکن. چرا سفشت میگویی؟ یا همه میبرایم یا همه میمیریم. آها شعاری تعینات مخصوص همین است. شعاری تعینات مخصوص همین است. از شما تنها ظریف را میخواهم. حیات خودتان را نسوزونید. او را به ما دهید. توی خدر زور باشه اومده گیر.
این خیلی نمی شود. این خیلی نمی شود. قربانی شما شدم. من قربانی شما شدم. عارف ها؟ مرا بیرون پرورده میتوانی؟ تو در بیرون چیکار میکنی؟ بمب با واسطه پولت کار میکنن. از بیرون قوا میگیرد و فکرم اونجا منبع انرژی است. اگر به بیرون برایم کار را حل میکنم. وقت کم مون. مرا گوش کن. باز یکون نامعقولی دیگر نکنی جورا؟ نه نمیکنم. آیا تا امروز یکون نامعقولی کردم؟ برادر وقتی کم مونده است. من شفیق خان بس کنید. همین که سه گفتم برآمده تکرار میکنیم. توکل به خدا. میرویم. ظریف آماده ای؟ آماده ام کرد. رفتیم. مرا ببخشید. یا بسم الله. دو یا الله. مایلاش بس کنید. تسلیم شوم. نپرانید. بس کنید. تسلیم شوم. نپرانید. ظریف اگر چی کار میکنی؟ تسلیم میشم. رفیقانم را آزاد کنید. این دیوانه چی کار میکنند؟ برآمده رفت. و شما گفتم بمب را بیکار کنید زودتر. برای ما شده. این آدم دیوانه شد مگر؟ حیاتش را سوزان. ای ظریف تو چی کار کرده ایستاده ای ظریف؟ زودتر بمب را بیکار کن. زودتر. زودتر. مایلش بیکاره کردم. من با تو کار دارم. با آنها نه. کنی زودتر اینجا بیا. زودتر راه کرد. زودتر به این سو گذر. گویا با مرا بیکار کردند. بیکار کردم. پس چرا این حساب دارد؟ حساب را دوام دارد. ظریف برادر هم حیات خودت را سوزاندی هم از ما را. راه کرد. من او را بگیرم. با دقت باشید. حاضر بمبا بهتر کرد. پراندن گیرید. یگان کس نبراید. فهمیده؟ احمق تو گفتی تنها مرا میخوایی. مرا گرفتی. رفیقانم را سرده. وعده دادی. شما یک هستید. راه کرد. میدانم که تو مرا قبول نمی کنی، اما من پدری تو هستم. میدانم که مرا نمی بخشی، زیرا سبب همه این کارها من شدم. اما اگر یک فرصت دیگر دهی. چقدر فرصت؟ مرا مسخره میکنی؟ پسرم. مرا پسرم نگو. من بیمارم، محتاج به کمک تو دارم. چرا به تو کمک کنم؟ هر چیزی که میخواهی میکنم، چنان ثروتمندم که باوریت نمی آید. چی؟ تو مرا خریدنی هستی؟ تو یگانه پسری منی. اگر خواهی همش را میدهم. از تو تنها کاری خوبی میخواهم، یک نیکی. از تو یکان چیز نمیخواهم.
نه پول مالت را نه خودت را یگان چیزت را مرا شنیدی؟ بس زندگی من کاردار نشد دیگر نزد من نیا. خبرم بزانو نمیزنم. اگر پراندنی باشه پران. آشنا رفیقای مرا آزاد کن. مرا پراندنی باشی کش. چی کاری میکنی کردن گیر؟ اما این کاری کرده تو به انصافی است. بس کن قهرمانیت را. چرا برادری مرا کشتید؟ از او چی میخواستید؟ گوش کن، برادری تو قاتل بود. یک کماندان جوان را شهید کرد، همسرش را هم کشت. اگر برادری تو بیگناه میشد با او دست دراز نمیکرد. نمدراکی و من گب نشان نده. تو را میکشم. اگه یارید یکان کار کن. چیکار کنم بولتا؟ من چیکار کنم؟ اگر برایم در بیرون را دیرانم، در اینجا بومه، در اونجا باشد دارید. بولتا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ اکا تلویزیونی و ایران روشنی کار میکند. خدایا خداوندا مگر همه ما دیوانه شده ایم؟ همه ما دیوانه شده ایم. یگان سیمش را کنم. هوایی کردن گیر. همه ما پارا شویم. تو یگان کاری ما معقول نیست. این خیلی باشد خدا آمده حل کن. آخر ای برادران دیوانگی نکنید. باید از اینجا برایم. میفهمید؟ برادری من مثل پدرم بود. او را کشتیم. باز او را قاتل اعلام کردی. اکی من آدم کش نبود. آشنا جان وقت میگذرد. آنها را سر ده. چه دردی که داری با من حل کن. انا من روبرویت. مرا پران. جانت خلاص می شود. لیکن بمب را بیکار کن. نمدراکی اگر اکم رو نمیکشتی زاره و تولان نمیکردی. با چشمان خودت دیدی که اکد بسوی ما سلاح برداشت. شما رو مجبور کردید. قاتل گفتید. او باشد دیوانه شد. کماندانی را که اکی تو کش زن و فرزند داشت. زنش مرد، دخترچه‌اش یتیم ماند. آن دخترچه چی گناه داشت؟ از برای خدا آن دخترچه با اکی تو چی بدی کرده بود؟ ببین نگاه کن. کماندان شهیدن همین بود. نخواد همین باشد. همین رفیق خان 30 ثانیه همون. دیگر راه نداریم. از آنه که در اینجا مرگ رو انتظار شویم. برآمده یک دو نفر از آنها را کشیم بهتر است. آماده اید؟ من آمادم. من هم آمادم. نباشد ببرایم. رفتید. ببرایم. پرانه. میشناسی؟ احمدی قماندان را؟ چه نشناسم؟ در دهات ما قماندانی گروه بود. مادرم با گروه تریستان کمک نمی کند گفته چند مراتبه به خانه‌مان حمله کرده بود. قریب که ما را می کشتند. حیات ما را احمد نجات داده بود. خودش را باشد زیری خطر بود. رفیقان این انجام کار است. حقتان را حلال کنید. حلال بود که حلال بود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. نترکید. این مراتبه هم نترکید. برادر تو طرفدار ما هستی یا اینکه طرفدار بمب؟ طرفداری شهید شدنم هیچ نصیبم نمی شود.
حاضر من بسنم پیامک رو میکنم. کابیده شاک شد شاک سلامتش خوب نیست. خداوند از تو راضی باشه. اکرم شخصی را کشته است که حیات مادرم را نجات داده بود. آیا قاتل قماندان اکرم است؟ بله. اکرم بسیار غمگین شدم. بسیار هم غمگینم. بسیار غمگینم. قماندان احمد همیشه میگفت که یک روز در این سرزمین صلح پایدار می شود. انشاءالله روزی می آید در این سرزمین صلح می شود. انشاءالله. متاسفانه او این را ندید. گوش کن برادر، تو جوانی با انصاف خاندار می شدی. اکد کارش را کرد، جزایش را دید. خدا گناهش را ببخشد. او اشتباه کرد، تو نکن. قربان تو شود. سلاح‌هایتان را پرتایید. اجازه دهید برایند. سلاح‌هایتان را پرتایید گفتم. و شما میگویم پرتایید. اگر با آنها ضرر رسانید همه‌تان را میکشم. آرام شوید. همه‌اش خوب می شود. آرام شوید. ظریف چی حال داری ظریف؟ اکنون بد نیستم عارف. تو یک رفیقت را از دست دادی. من باشم اکرم را. نمیدانم که عذر مرا قبول میکنید یا نه. برای قماندان، برای کارهایی کردم از همه شما عذر میخواهم. از شما، از همه رفیقانتان، از همه اتان عذر میخواهم. خداوند به ما صبری هم برادر. مزارم حسن باید اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها
آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درسته سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکشی شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.